جایی اشاره کردید که اسلام خانواده ها رو نتونسته فتح بکنه. اگر که درست متوجه شدم منظورتون این هست که در واقع خانواده ها، یعنی خب ما بخش بزرگی از جامعه ایران بسیار مذهبی هم هستن. بله. این رو خب قرار نیست که اون بخش حذف بشه یا اینی که سرکوب بشه. کدوم بخش؟ بخش مذهبی جامعه. من دستور کار اینجا صادر نمی کنم. ببینید من دستور کار صادر نمی کنم. کار من فقط اینجا واکاویه. ما اینجا دو تا فکت داریم. یکی این که اسلام هرچی که میگه، حالا طفلی خب دوست داره بگه، اون گفته خودشه، از قرآن گرفته تا حدیث تضاد 100% داره با اون چیزی که تو ایران کلاسیک تا آخر ساسانیا وجود داشته. خب این یه فکت، این کارش نمیشه کرد. حالا اینی که ما الان باش چیکار بکنیم، مردم چیکار کنن، مسئله خودشونه. بعدی که شما میفهمید که خب این همه ما مذهبی داریم، اینا چه خواهند شد، اینا اونم من نمیدونم. من ببینید مثلا یه قوم آلمانی که مثلا به ناسیونال سوسیالیسم عادت کرده یه بخشیش، بعد میگن که حالا اگه بخوایم مثلا بریم دموکراتیکش کنیم، خب چه کنیم؟ این همه اینجا ناسیونال سوسیالیسم ما داریم که رفتن در آدمکشی ها همکاری کردن، خیلی هم دوستش دارن. اینو من نمیدونم چگونه خواهد شد، ولی اصل داستان اینه که بدنه ذهن ایرانی اصلا وقت مسلمون نشده، به جز یه 10% که اونا شاید خودشون بازماندگان اون مهاجمین بودن. نمیدونم گاهی اوقات حتی تو قیافه هاشون آدم میبینه تو دست اندرکاران جمهوری اسلامی. نمیدونم این ممکنه، یعنی تو خانواده هاشون از اول یه فرهنگ دیگری بوده، ولی مال بقیه بدن جامعه هیچ. یعنی مسافرای فرنگی همیشه گفتن، چه زمان صفویه چه زمان پهلوی، که وقتی به داخل خانواده میرفتن، حتی زمان صفوی، و این پویایی زن داخل خانواده رو میدن، شاخ در می آوردن. گفت این چرا بیرون از خانه حرکتش قدغن شده بود. در نیمه دوم صفویه برندمونه، نیمه اول نه، هنوز اون زنای جنگجو بود که شاه اسماعیل مثلا بهروز خانم سوارکار زره پوش بود. از این رسمای عجیب و غریب تو آذربایجان مونده بود، مثلا زن بابک خرمدین. این جزئیات نمیخوام بگم، لکچر میشه ولی پیچیده میشه. ولی فرنگی هر وقت که اومدن در خونه رو که باز میکردن میبادن تو، میگفتن اینجا سرزمین اسلامی نیست، این اروپا میمونه. یعنی شرلین دقیقاً توضیح داده سر انتونی که میگه مثل برادرای خودمونن، و خودش هم میگه تنها آدمای مخرب اینجا فقط روحانیون مسلمونشون هستن. اینم طفلی گفته که میگه نه، مثل در حقیقت نگاه دارندگان اون شبکه خفقان هستن که اصلا مال اینجا نیست. حالا شما میگید که اینایی که الان رسمی خودشونو مسلمون میدونن، اینا بعدن چیکار خواهند کرد؟ من نمیدونم. ما باید با احترام برخورد کنیم. اینجا سیستم سیاسی، خب سیستم آزاد میخوایم، سکولار میخوایم، ولی در عین اینکه آدم همه رو برمیتابه، ولی حقایق هم آدم باید بگه. یعنی اینکه همیهنای ما اگه دوست دارن برن مسجد نیایش کنن، عالیه، من هیچ مشکلی باش ندارم، ولی همزمان خب افراد مهتر جامعه باید بهشون بگن که اون چرا که تو میپرستی بنیادش دشمن تاریخی ما بوده. حالا اگر میخوای بری نیایش کنی اصلا عیبی نداره، ما حتی پاسبان میفرستیم که کسی مزاحمت نشه، ولی در اینی که تو نگهدارنده این دشمنی هستی، در اونم هیچ شکی نیست. این مشکل دوران پهلوی دوم بود. البته اون طفلا نمیتونستن این سرعت رو برن، برای اینکه جامعه هنوز خیلی گرفتار بود، ولی اگه یه بخشی از مهتران اینو بهش رسیده بودن، بعدن اونجوری آچماز نمیشدن که وقتی قیام آدمخورا رو دیدن. چون آدمخورا هیچ کاری نکردن جز باز تولید اون چیزی که 14 قرن پیش تو مدینه تعریف شده بود، فقط انجام وظیفه میکردن، اون کار عجیب بدی نکردن. و چون خود ایرانیا با آدمخورا تعارف داشتن، مقاومت گفتاری انجام نشد. مقاومت، حالا من ضربه نمیگم، فقط گفتاری که آقا شما سیستمتون اصلا دشمن تاریخی ملت ایرانه، حالا هر چقدر میخواید برید نماز بخونید، من خودم میام براتون جانماز میندازم، ولی شما دشمنان تاریخی ایران هستید. هیچ عیبی هم نداره، خیلی هم عالیه. از من بس.